بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک بعون الله تعالی و یاردم الله تعالی ما درس خود را دوام می‌دهیم از شرح شرط‌های نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی. شرح باشد از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد عباد، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ الاسلام فرموده است: الثاني قبله الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. یعنی دویم شرط نماز عقل است و ضد عقل دیوانگی است و از دیوانه قلم را برداشته شده است تا به خود آمدنش، و دلیل حدیث است قلم را از سه طایفه انسانها بالا برداشته شده است: خواب رونده تا بیدار شدنش، یا که شخصی خواب رفته تا بیدار شدنش، و دیوانه تا به خود آمدنش، و خود تا چه؟ تا به بلاغت رسیدنش. شیخ شارح می فرماد که لابد للمصلی في صلاته ان يكون حاضر العقل، یعنی برای شخصی نمازگزار در نمازش حتمی است که باید که عقلش در جاش باشد، عقلش حضور داشتگی باشد. لیس فاقدا له، نباید که عقلش از او رفته باشد، عقلش از او چی؟ نیست شدگی باشد. نیست شدن عقل به چی می شود؟ به جنون یا به دیوانگی می باشد، او سکر، یا که به مستی می شود، مست شده. لأن المجنون مرفوع عنه القلم غیر مکلف، چون که از شخص دیوانه قلم را برداشته شده است و این مکلف نیست، یعنی تکلیف شریعت را از او بالا برداشته شده است. و سکران افقد نفسه می باشد، افقد نفسه عقله، شخص مست هم و خودش عقلش را بیگانه کرده است. شخصی سکران مست شده و خودش چیکار کرده است؟ عقلش را بیگانه کرده است. فالحقها بالمجانین، برای همین وی را در قطار دیوانه ها چی یک جای کرده می شود. فلا یعقل صلاته، نمازش نمی فهمد شخصی چی بی عقل، یا که شخصی مست نمازش نمی فهمد. بارک الله فیکم، نمازش نمی فهمد معنیش چیه؟ اگه بعضی مست می بود و به قطار مردم رکوع می‌کند سجود می‌کند، چی گفتنش نمی فهمد، معنای نماز نمی داند. اگه شما چی میگه بارک الله فیکم، امروز مردم مسلمان خصوصا عجم غیر عرب تماما نماز نمیفهمد، بیچاره رنگ همون مستا و آموختن هم نمیخواهد. و میدید وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة، وقال شيخ يعني شيخ الإسلام بحديث رفع القلم عن ثلاثة چی دلیل می آورد، یکی یعنی از همین حدیث دلیل می آورد، یکی همین حدیث رو دلیل می آورد.
وهو حديث صحيح. إن حديث صحيح أخرجه أبو داود، إن أبو داود تخريج كردست، والنسائي والنسائي وابن ماجه وابن ماجه تخريج كردست من حديث عائشة، از حديث عائشة، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. وانظر إرواء الغليل للألباني، برای این ارواء الغلیل را که از این نام کتاب است، از آن شیخ البانی است، نگاه کن. قوله الثالث التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. یعنی شیخ میفرماید که صاحبی متن فرمود سیوم، یعنی سیوم شرط نماز التمیز، تمیز است. ضد تمیز چی بوده است؟ خردسالی است. تمیز یعنی از سن سال است که در اون سن سال یعنی نیک از بر و سیاه سفید فرق میکردگی. و حد این 7 سالگی است. همون کودکی که 7 ساله میشه به تمیزیت میرسد. انا سپس یعنی بعد از که 7 ساله شد آن را به نماز خواندن امر کرده می شود، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونجا که فرمود چی فرمود؟ مرو ابناءکم بالصلاة ل7، یعنی فرزندان خود را در سن 7 سالگی به نماز خواندن امر فرماید. و ضربوهم علیها ل10، و آنها را به خاطر ترک نماز در سن 10 سالگی لت کنید. و فرقوا بین، اگر لت کنید نشکنیدشون، عذابشون نکنید. و فرقوا بینهم فی المضاجع، و بین ویها را، بین فرزندها را بعد از که 10 ساله شدن در جاگاه جدا کنید. فهمیده؟ یعنی که همونهایی که جنسی گوناگون هستن، یعنی که پسر و دختر رو جدا کنید. فهمیده؟ بارک الله فیکم. شریعت گفته است که فرزندان خود رو به نماز خواندن امر کنه. بعضی مردم خصوصا بعضی کارمندان مثال دولت بگیم الله سبحانه و تعالی هدایتش زیاد کنه، بگو که شما کودکا را مجبور میکنه به نماز. شریعت گفته است، همون شریعتی که تو هم خودت به همون اسلام نسبت میدهی، همون اسلام گفته است که فرزنداتون امر کنه به نماز خواندن در سن 7 سالگی. برای چی همین بندها را قبول نمیکنه؟ بعضی هاش مثلا خیال میکنند که همین ملاها مثلا فرزنداشون یا که بگیم مردم امر میکنند، مجبور میکنند. شریعت گفته است. بارک الله فیکم. شیخ شارح میفرماید که اذا بلغ الصغير سن التمييز وهو 7 سنين امر بالصلاه، وقتی که شخصی کودک مایده به سن تمیزیت، سن سال تمیزیت میرسد که این 7 سالگی است، آن را به نماز خواندن امر کرده می شود. لیس علی سبیل الایجاب، نه به طرز واجب، یعنی امر واجب نه. برای چی؟ لأن الوجوب انما يكون بعد البلوغ، چونکه واجب فقط بعد از به بلاغت رسیدن می شود. و امره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والاتيان بها على الوجه المشروع. و کودک را در سن 7 سالگی امر به نماز کردن گرچه واجب نیست در این سن، به خاطر به نماز عادت کردنش و نماز را به خاطر به طرز شریعت نشان دادگی ادا کردنش. یعنی شریعت خیلی که فرموده در سن خورده اگر آموزد، برای امروزه در 40 سالگی نماز خوانده شدگی ها، در 70 سالگی در وقتی پنسه برآمدگی ها رنگ اینا نمیخواند. فهمیدید؟
و اذا بلغ 10 سنین تأکد امره بها. فهمیدید؟ وقتی که کودک به سن 10 سالگی می رسیده است تأکید می شده است امر کردن این طور کودک را به نماز خواندن و ادب علی ذلك بالضرب غیر مبرح و به خاطر نماز شده و را ادب آموزی می شود به لت کردن یا که به زدن، به شرطی که این ضربه باشد که غیر مبرح باشد، که یعنی که چه وحشیانه نباشد یا که عذاب میدادگی نباشد. یکون جاش شکسته خیلی نباشد. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مروا ابناءکم بالصلاة لسبع، فرزندان خود را به نماز خواندن امر فرمایید در سن 7 سالگی. و هو حدیث صحیح اخرجه احمد، این حدیث صحیح است و را امام احمد تخریج کرده است و ابو داود هم من حدیث عبدالله بن عمرو و عبدالله بن عمرو بن العاص و اخرجه ابو داود هم من حدیث سبرة بن معبد الجهنی، از حدیث همین کس. وانظر ارواء الغلیل، برای این یعنی که ارواء الغلیل را نگاه کن از آن شیخ البانی. قوله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. قول شیخ الاسلام شرط چهارم برطرف کردن حدث. برطرف کردن حدث هم یکی از شرطهای نماز. برطرف نکرده حدث را نماز خوانده حق نداری. و مراد از برطرف کردن حدث چی بود است؟ و هو الوضوء المعروف، این همون طهارتی که به همه معروف است همون است، طهارت میکنی، این وضو میکنی. و موجبه الحدث، موجبی طهارت حدث است. وقتی که حدث که شده باشد واجب است میگو طهارت کردن. حدث چیه؟ الحدث، الشیخ الشارح میفرماید که الحدث هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء. یعنی حدث هر چیزی میگون که از پیش و پس خارج شود و همچنین کدام شکننده که نباشد برای طهارت و حدث می باشد. و الحدث هو الذي يوجب الوضوء، حدث موجب آن است که باید طهارت کرده شود. و الحدث نوعان، حدثان، دو نمود حدث می شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. الحدث ماذا؟ حدثان، دو نمود حدث می باشد. حدث اکبر، یکم حدث اکبر میگن که و هو ما یوجب الغسل. اگر همین حدث اکبر شود، همین حدث اکبر موجب غسل می شود، سبب می شود برای غسل کردن، آبوزی کردن. خب در حدث اکبر چی داخل می شود؟ و هو الجنابه، جنوب شدن. جنابه در کدام حالت می شود؟ و برآمدن یعنی چه آبی منش می براید. فهمید؟ خواب به احتلام، یعنی به خواب و خواب دیدن، خوابش می برو خواب به خواب و یعنی خلاصه به شهوت، خواب به چی؟ به خوب تخیز کردن. و الحیض هم در حدیث اکبر داخل می شود. فهمید؟ و النفاس، و در نفاس هم که اینها خاص به زنها می باشند. چی؟ حیض و نفاسش که بعد از تولد کردن زن در نفاس میشن. خب اما جنابت باشه هم برای مرد هم برای زن میشن. خب باید که از همین حدیث اکبر اگر یعنی که همین جنوب شدگی باشد، حیض دیدگی باشد، نفاس شدگی باشد، تا از مینا خودش تازه نکند چی؟ خب نماز خوندن نمیتواند، چون که حدیث اکبر دارد. و حدث اصغر، با حدث اصغر هم هست، حدث اصغر هم داشتگی باشه نماز خوندن نمیتواند. و هو ما یوجب الوضوء، حدث اصغر آن را میگن که به سبب وای باید که وضو ساخته شود. و رفع الحدث یکون بالغسل والوضوء، خلاصه نمی حدث را دور کردن یا به چی می شود؟
با غسل هم می شود و با وضو هم می شود. فهمیدید؟ لمن وجد الماء، کسی که آب یابد، او قدر على استعماله، یا که کسی که قادر به استعمال کردن آب می توانی استعمال کردن، به توی اون ضرر نمیرسد، نه ضرر نمیرسد. ضرر نرسد طهارت میکنی اگر حدث اصغر داشتگی باشی. اگر حدث اکبر داشته باشی، جنوب شده باشی، حیض دیده باشی، نفاس باشی، استعمال کن آب. فإن لم يوجد الماء، اگر آب یافت نشود چی؟ او وجد ولكن لم يقدر على استعماله، یا که آب هست نمیتواند آب را استفاده بردن. مثلا آب های کمتر، اگر به طهارت کند یا که آبازی کند دیگه تشنه میماند. فهمیدید؟ یا که آب هسته در چاه هسته، ظرف ندارد فرا گیرد، افتیدنش ممکن. یا که آب هست در اندک جای دوتر، در اون طرف دشمن هست یا که درنده های نمیتوند. بعد چکار می‌کند؟ انتقل الى رفع كل من الحدث الاكبر والاصغر بالتيمم. بعد چکار می‌کند؟ انتقال میکند به چی؟ به دور کردن هر کدام از حدث را. یعنی اکنون چیکار میکند؟ حدث اکبر و اصغرش را به تیمم کردن میگذرد. نکن. فهمیده؟ بارک الله فیکم. هر دوش به تیمم انجام میدهد. فهمیده؟ و اذا تیمم للحدث الاکبر ثم وجد الماء اغتسل، اگر مبادا تیمم کرد به حدث اکبر، فقط یعنی که جنوب بوده تیمم کرد نمازش خون، بعد آب یافت، چکار میکند؟ غسل میکند و عبادتوی کردگیش تمام درستن. لیکن بعد از که چه آب یافتن باید که آبازی کند. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ان الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. البته خاک پاک این طهارت مسلمان است اگرچه آب را به مدتی 10 سال نیابد هم. فاذا وجد الماء، وقتی که آب را که یافت، فلیمسه بشرته، باید که آب را در بدنش چکار کند؟ رساند، یعنی آبازی کند. فإن ذلك خیر، البته این خیرش خوب است. اخرجه ترمذی، حدیث ترمذی روایت کرده و غیره و دیگر هم عن ابی ذر رضی الله عنه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ترمذي این حدیث گفته است که حسن است، صحیح است. وانظر ارواء الغلیل، همین کتاب نگاه. خب، و اذا اغتسل من عليه حدث اكبر ونوى رفع الحدث الاكبر والاصغر ارتفع. و کسی که آبازی کند که و حدث اکبر داشته بود، یعنی جنوب شدگی بود، یا که زن حیض دیدگی بود، یا که حیض پاک شد، از نفاس پاک شد، بعد چیکار میکند؟ میخواهد آبازی کند، حدث اکبر دارد و نیت میکند که در برابر حدث اکبرش، حدث اکبر و اصغر یک جای چیکار کند؟ نیت میکند. فهمیدید؟ هم نیتی یعنی که از جنابت تازه شدن میکند، هم نیتی طهارت میکند که با باید نماز خوند. فهمیدید؟ ارتفع، هر دوش یعنی که برداشته میشوند، یعنی هر دوش از هر دو حدث تازه میشوند. اما اذا افاض الماء على جسده في غسل الجمعة او بالتبرد ونوى رفع الحدث الاصغر فانه لا يرتفع. نگاه، اما اگر در بدنش آب ریزد، در کدام غسل کردن؟ در غسل روز جمعه غسل کرده شده، یا که برای سلقین شدن، برای سرد شدن آبازی میکند و نیت میکند که حدث اصغر هم یعنی که در درون همین چی شود؟ برداشته شود، یعنی چی طهارت کند در برابر این. فانه لا يرتفع، یعنی که طهارت دار نمیشود، طهارت دار نمیشود، حدث اصغرش نیست نمیشود. لان هذا الاغتسال ليس فيه رفع الحدث، زیرا در چنین نوع غسل
رفع حدث نمی شود. فهمیدید؟ این یعنی که جنابت نیست، این حیض نیست، این نفاس نیست، این غسل جمعه است یا که غسل سلقین شدن است. میگه نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.